سلام بچه ها. امروز داشتم به یه چیزی فکر میکردم. میدونید بچه ها، بعضی از زخما هیچ وقت خوب نمیشن، همیشه درد میکنن. شاید جای اون زخم خوب بشه، اما همیشه درد میکنن. یه روزایی وقتی یادت میفته درد تمام بدنتو میگیره، تمام وجودتو میگیره. حتی خوبی هم همینه، خوبی هم هیچ وقت یادت نمیره. به نظر من هر کسی تو زندگیش روزای خوب داره، روزای بدم داره. کافیه به عقب برگرده، ورق بزنه و روزای خوب و بدش رو پیدا کنه. روزای خوب روزاییه که با آدمای خوب، با کسایی که عاشقت بودن، کسایی که دوستت داشتن زندگی کردی، بهت خوبی کردن. روزای بدم روزاییه که کسایی که دوستت نداشتن، کسایی که به ظاهر دوستت داشتن و در ظاهر بهت خوبی میکنن، اما از پشت بهت خنجر میزنن و پیدا میکنی و یادت میفته که چه روزایی رو با چه کسایی بودی. به نظر من کافیه ورق بزنیم و پیدا کنیم. من این کارو کردم. البته روزای خوب بیشتر پیدا کردم، روزای خوب زیاد داشتم، بدی هم بوده اما روزای خوب زیاد بوده. شما هم بگردید پیدا کنید روزای خوبتون رو. دوستتون دارم، عاشقتونم. خداحافظ.